انزلت فیه القرآن و افترضت علی عبادک فیه الصیام صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمة ولی الله. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا فاطمة المعصومه. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفسای یاد خدا، هم شهری های شهر الله. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، اوضاع بر وفق مرادتون باشه، طاعات، عبادات، نماز روزه ها، همه کارهای خوبی که کردین تا اینجای ضیافت الله الهی که مورد قبول خدای بزرگ و مهربونمون قرار گرفته باشه. پاداش 8 روز روزه‌داری نوش جانتون، گواره وجودتون و مبارکتون باشه. رسیدیم به عدد 8. گفت همیشه این عدد 8 مهربان بوده است. همیشه این عدد 8 مهربان بوده است. همیشه خاطره هایش انیس جان بوده است. آدم یاد انیس النفوس میفته روز 8، یاد امام 8 حضرت سامن الحجج، چشم و چراغمون، دار و ندارمون، همه کس و کارمون، تکیه گاهمون امام رضا جانمون. گفت روز 8 همگی میل خراسان داریم. به به، خوش به حال اونایی که الان پشت پنجره فولاد حضرت رضا. روز 8 همگی میل خراسان داریم، انتظار کرم از سفره سلطان داریم. اللهم ارزقنا کرم. الهی که امروز هممون سر سفره این خواهر و برادر، این خورشید و ماه تابان، این شمس و قمر درخشان پر روزی باشیم، پر نعمت باشیم، رزق و روزی فراوان داشته باشیم، رحمت و مغفرت و برکت و سلامت جسم و روح و تعجیل در فرج امام زمانمون ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که دارید دل میدید به یاد خدایی که مشرف هست در بارگاه آسمانی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. از اون روزی که به برکت لطف دوستان و نگاه پرمهر بیبی این لباس خادمی رو من به تن کردم از روز اول شروع برنامه که روز 2 ماه مبارک بود، یه ماجرای پیش اومده. من از اینجا، یعنی از محل اسکان تا اینجا میخوام بیام، از اینجا میخوام برگردم. زائرین هر کس منو میبینه، خب بنده خدا حقم دارن دیگه، فکر میکنن ما هم خادم حرم هستیم و میان سوال میکنن آقا چای خونه کجاست؟ نزدیک افطار هم هست، میخوان برن بنده خدا چای نوش جان بکنن، اونم چای حضرتی صفا کنن و ما هم که بلد نیستیم دیگه، ما هم تازه اومدیم اینجا، نمیدونم درب شماره چند کجاست و وضوخونه کجاست، یه خورده داستان شده. حالا اینا رو دارم سعی میکنم این روزا یاد بگیرم. اینا رو گفتم که بگم الان میخوایم دست شما رو بگیریم ببریم به چایخانه حضرتی، هرچند چای الان میل نکنین، هنوز افطار نشده، ولی از راه دورش اشکالی نداره. انشالله از نزدیک هم نصیب و قسمتتون بشه به یاد چای عراقی 40 و انشالله همه این چای‌های لذت بخش تو عراقش، نجفش، مشهدش، قم نصیب و قسمت همتون بشه. بفهم. یه 2 بیت یادم افتاد، حالا اشکالی نداره دیگه، یاد چای عراقی هم کردیم، فرقی هم نمیکنه، کلهم نور واحد.
خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هم به ظاهر معصوم نیستن، اما امام معصوم بهشون لقب معصومه دادن. حتما حکایتی داره و اسراری داره. گفتش که سماوری که به نام حسین می جوشد، عرض میکنم فرق نمیکنه به نام هر کدوم از اهل بیت، سماوری که به نام حسین می جوشد، بخار رحمت آن جرم خلق می پوشد. حدیث کوثر و تسنیم و سلسبیل مگوی، بگو حکایت مستی که چای می نوشد. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله نصیب و قسمتتون بشه روزتون رو باز بکنید با چای حرم. نه آقا لذت بخشه. سلام علیکم. قبول باشه. خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و تمام حضار، بزرگواران، زائرین حضرت معصومه سلام الله علیها. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. الهیام. آقا غرق در تفکر بودین. من یه لحظه گفتم سلام، حالا نه من زیاد حرف زدم داشت خوابتون میگرفت. نه خواب نبود، فکر ایشالله. خدا غرق در تفکر بودین. خدا بهت خب دعای 8 امروز روز آخر ما شما ای بابا اثر صدقه است، رفع بلا میشه ازتون. استغفرالله چه حرفیه. ما خیلی ناراحت شدم من شاید امروز روز آخره. کم توفیقی ماست که نمیتونیم خدمتتون باشیم. آقا جای قول دادن به نظرم، وگرنه ما نمیذاشتیم به این راحتی. ما میریم پیش حاج قاسم. به کرمان میریم. خوش به سعادتتون. نایب وزیر ما باشید ان شاء الله. سلام بهشون برسونید. خدا حفظتون کنه. خب اعوذ بالله اعوذ اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. بخونید دیگه تا رسیدیم به اونجایی که و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه و شکاست الخلق و الحاح الشهوه و ملکت الحمیه و متابعت الهوا و مخالفت الهدا و سنت الغفله. خدایا از همه اینا به تو پناه میبریم. اینا تا الهیام. حالا چون روز آخر هست من یه مقدار گزینشی چند تایی رو بخاطر اینکه برسیم سرفصلوارم پیش شده مردم البته قول بدن که انشالله تا آخر این دعا رو، خیلی دعایه من خیلی لذت بردم و کلی افسوس خوردم که چرا تا حالا غافل بودم خدا از این دعا. کنه. بفهم. اللهم انی اعوذ بک من استسقار المعصیه. خدایا پناه میبرم به تو از یه چیز خطرناک. استسقار یعنی کوچک شمردن، معصیت هم که همون معصیت، گناه. پناه میبرم به تو از این که بگم این که چیزی نیست که حالا یه شب که 1000 شب نمیشه که ای بابا حالا دیگران بزرگترش رو انجام میدن، مگه ما چه اشکالی داره این کار رو انجام بدیم؟ استسقار المعصیه، جاده صاف کردن برای گناه. این دو حالت داره. یا کسی برای من این کارو میکنه، دیگری میاد به من میگه خدایی نکرده فلانی بابا کی گفته، خدا ارحم الراحمین. از این حرفا هم خصوص زیاد ناراحت نباش. ولکم حالا این حرفا بابا همه دارن انجام، همه این کارو کردن، بدترشو میکنن. آره یه وقت اینه، یه وقت خودم برای خودم این کارو میکنم، یه وقت اینا رو خودم به خودم. میشه فتنه نفس، به قول سوره مبارکه حدید فتنه نفس. این بدتره فکر کنم. این بدتره. خودم برای خودم جاده صاف کنم. ولکن فتنتم انفسکم. خودتون دارید خودتون رو گول میزدید. این استسقار معصیه یعنی همین. برای خودم یه چیزی رو، یه کار بدی رو درست کنم. یه وقت یه جایی بودم، یه کار اداری داشتم، رفتم و این بنده خدا کاری که این کسی که می‌خواست این کارو انجام بده شروع کرد. گفت آقا شما نمیدونی این رئیس اداره ما بیت المال را این گونه نمیدونم حق الناس میکند فلان میکنه. منم نمیشناختم، این فقط میگفت. یه چند دقیقه انجام شد و کار ما هم انجام شد. وقت اداری تموم شد، اومدیم بیایم بیرون. من خب از در اومدم بیام بیرون، این بنده خودم پا شد که بیاد بیرون، اصلا کارو تعطیل کنه بیاد بیرون. اومدم برگردم تعارف بزنم که شما اول بفرمایید رو به عنوان تعارف. یهو نگاه کردم دیدم این کاغذای سفید تو این دستگاه چاپشو داره برمی‌داره میذاره تو کیفش. خب کاغذ اداره رو نمیتونه ببری خونه مال. این یهو دید که من دیدم، دید خیلی بد شد. گفت حاج آقا مگه من چقدر حقوق میگیرم؟ مگه چقدر حقوق میگم؟ کفاف زندگی رو نمیده حقوق و اینا.
من دیدم اصلا حرف این سری نیستش که بیت المال است و حق الناس است و رئیس. حرف سری اینه که چرا من اینقدر دزدی میکنم اون اونقدر دزدی میکنه. خب تو هم یه ذره صبر کن، سنواتی سالهات بهت بگذره، تجربیات یه ذره سطحت بره بالاتر، دستت به ماشین برسه، همون کاری که با کاغذا کردی با ماشین میکنی. یعنی اون کم حقوق گرفتنشون می‌خواست اینجوری جبران کنه مثلا؟ بله نمیشه. میگه آقا من چقدر حقوق میگیرم؟ خب اصلا کم میگیری، ولی دلیل بر این نیستش که کاغذ اداره رو بدزدی. این استسقار معصیه اینه. جاده صاف کن معصیت تو مالی یه جوره، تو نگاه یه جوره، تو رفتار با دیگران یه جوره، تو عبادت یه جوره. میخواد ترک عبادت بکنه، خدایی نکرده ای بابا مگه من این چی کار کردم، مگه مثلا خدا به نماز من احتیاج داره؟ میبینی با احتیاج شروع میکنه. توجیه های گناه، خودمونی استسقار معصیه، توجیه گناه، کوچک شمردن گناه. یه عبارت بعد داره دوباره، اونم تکمله همین اعتباره. و استکبار طاعت. استکبار از کبیر میاد، بزرگ. استکبار بزرگ شمردن، طاعتی رو بزرگ شمردن. این منم طاووس الدین شده، چه خبره؟ کی همچین عبادتی میکنه؟ این موقع شب تو کوچه نگاه کن، من دارم سحری میخورم، همه چراغا خاموشه. این موقع من دارم فلان. گفت تو نیز اگر بخسبی به که در پوستین خلق افتی. خیلی موقع ها این معروف قصهش، اومد و گفتش بابا همه خوابیدن، ما پاشیم یه دو رکعت نمازی بخونیم، اینا چرا همه خوابیدن؟ بابا گفت تو نیز اگر بخسبی بخوابی به که در پوستین خلق افتی. شروع کنید پشت سر مردم حرف بزنیم. خلاصه حواسمون باشه، هم طاعت هم معصیت باید بدونیم چجوری باهاش برخورد میکنیم. یعنی معصیت رو انجام میدهد، بدتر از انجامش استسقارشه، این که چیزی نیست. باز اونی که معصیت رو خدایی نکرده، خدا نکنه انشالله هیچ وقت پیش نیاد انجام بده، ولی بگه الهی العفو، گناه هم بزرگ بود چه بود. یا طاعتی انجام میده، ای بابا این دیگه ته طاعت بود، چجوری متعادلش کنیم، چجوری درستش کنیم؟ آقا اولا مقایسه کنید، معصیتش آدم طاعتش رو مقایسه میکنه. اولا با کی؟ به فلانی که اصلا معصیت نکرده، خیلی کوچیک نیست، ببینم با دارم خلاف کیو انجام میدم، منعم منه. ببین یه مثال کوتاه بزنم مسئله روشن بشه. یه وقت از در یه کارخونه یه کسی میخواد بیاد تو، یه آقای دربونی هم هستش اینجا، این زنجیر رو میندازه و ماشینا میان تو. بله. خلاصه نفر اول رفیقش یا مثلا حالا مسئول یه قسمتی نظافتچی اونجاست، این زنجیر رو نمیندازه، میگه خودت پیاده شو زنجیر رو بنداز، من حال ندارم بیام. دعواشون میشه با اینا، بعد یه نفرم میاد صلحشون میده، تمام میشه آقا. یه نفر دفعه بعد، نفر بعدی کیه؟ مدیر عامل کارخونه است. این نشسته سر میگه خودت پیاده شو بیا زنجیر رو بنداز. این پیاده میشه ولی میگه شما هم برو کارگزینی تصفیه کن برو. آره بحث اینه که نشناختی. آقا من این همون کار قبلی بود، چرا اینقدر تبعات داشت؟ چون این دفعه در راجب مدیر عامل کارخونه این کارو کردی. کی طرفی؟ نگاه کن با کی طرف. معصیت حرف گوش ندادن کی؟ کسی که جانم زندگیم نعمت همه چی رو او داده، من حالا نافرمانی کنم، این خیلی نامردیه، این خیلی بیادبیه، این خیلی از همه جهت گناه کردن، از همه جهت زشته. نمک خوردن و نمکدون شکستن، اونم در مقابل خدا. آره که معصیت چیز بزرگیه، خدا نکنه اتفاق بیفته. استسقار المعصیه، این حدیث 33 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو نگاه بکنید. برای استسقار، برای کوچیک کردن معصیت توجیه جلوی امام زمانش میاره. میاد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا من یه روایتی از شما شنیدم که شما مثلا اعرف معرفت امیرالمومنین رو داشته باش دیگه، هر العیاذ بالله حالا اونجا داره تو گناه ها، هر گناهی دلت میخواد، هر کاری دو فعمل ما شئت. بعد توضیح میده به حضرت که هر گناهی و مثلا اگرچه منافی عفت، اگرچه سرقت، اگرچه، که حضرت میفرماد انا لله و انا الیه راجعون. چرا گناهو کوچیکش میکنید؟ انا لله و انا الیه راجعون یه جواب متداولیه، اذا اصابتهم مصیبتونه، یعنی خیلی جوابت غلطه. خیلی برداشت از عبارت جلوی امام زمانش داره برداشت غلط از روایت میکنه. بعد من از رحمت خدا برداشت غلط بکنم، رحمت خدا رو واسطه گناه قرار بدم، خدا میبخشه. حالا خدا که گیر نماز من نیستش، خدا که اینجوری نیستش، هیچی، جاده صاف کن بشه برای معصیت. بله که همچین خطاهایی میگم در زمان امام معصوم، روبروی امام معصوم رخ داده دیگه. حالا الانش که دیگه زمان غیبت. اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری. کی گفته چنین چیزی رو؟ تمام وجودت غرق در معصیت و گناه، همه اون چیزایی که خود امیرالمومنین گفته نکن داری میکنی، همونایی که گفته انجام بده انجام نمیدی، بعد چون امیرالمومنین دوست داری تمام.
یعنی اینقدر میخواد پناه با این حدیث 33 قلبا اگر کسی واقعا توی این مسائل احساس میکنه راهگشا میخواد باشه، اون توضیحات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو تو حدیث 33 ببینه. اصلا ولایت امیرالمومنین علیه السلام باید آدمو خاشع کنه، باید آدمو اهل بندگی خدا کنه. اونهایی که بیشتر از همه ولایت داشتن اعمال و رفتارشون رو نگاه کنید چه جوری بوده. تو ترک مستحبات نداشتن، تو واجباتشون که جای خود و حرام‌ها جای خود. ان خدا ما رو اهل بندگی و اهل ولایت کنه. الهی آمین. ضمن اینکه آقا نمیدونم تایید میکنه یا نه، یه فاصله میخوام بگیریم. این که به نظرم میاد کوچک شمردن گناه و به این واسطه تکرارش، چون میگم کوچیک دیگه، این خودش تبدیل میکنه به کبیره. یعنی چیزی اصرار بر صغیره همینه، میشه کبیره، تبدیل میشه به کبیره. پناه بر خدا. خیلی ممنونم آقای عزیز. ما یه بخشی داریم به نام نذر خدمت که عزیزانمون نذر میکنن تو حرفه‌های مختلف، کفاشی دیدیم، نانوا دیدیم و توی صنوف مختلف. امروز میخوایم بریم یه جای گرون قیمت، ببینیم کجاست. بسم الله. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say خادم خانه اش از خاک طلا می سازد. خادم خانه اش از خاک طلا می سازد. کرمش نیز به شدت به گدا می سازد. خانوم کریمه آل طاها، خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو عرض کردم. خوش به حال اونی که در هر حرفه‌ای هست، طلافروش، نمیدونم نانواست، کفاش، دکتر، راننده است، اغذیه فروشی داره، نمیدونم هر جایی هر کسی هست، ولو شده یک روز در هفته، یک روز در ماه، یک روز اصلا در سال تو بگو، با هدف خدمت به زائرین اهل بیت، هدف خدمت به عیال الله، مردم، در واقع خدمت میکنه، نذر خدمت میکنه. شما اگه دوست داشته باشین میتونید این کار رو انجام بدید از طریقی که اعلام شد. حالا باز با مراجعه به سایت آستان مقدس هم میتونید در جریان قرار بگیرید. ما پویش افطار کریمانه هم داریم که میتونید اونجا هم سهم داشته باشید و ثواب افطار کریمانه رو هم دریافت بفرمایید انشاءالله. من دیروز عرض کردم که به سامانه 301122 اگر عبارت یا معصومه رو ارسال بفرمایید، شما میتونید یک نشانه ای از این آستان و بارگاه باصفا توی منزل مبارکتون داشته باشید که پرچم متبرک این آستان هست. خب تعداد زیادی پیامک دریافت کردیم از جاهای مختلف، اما قرعه کشی که دوستان کردن، برنده خوش اقبال دیروزمون آقای علی اصغر وظیفه شناس، چه فامیلی جالبی هم دارن، آقای علی اصغر وظیفه شناس
پیامک دادن یا معصومه را ارسال کردن از خراسان شمالی شیروان، شماره 915 4 شماره آخرم 9950 که برنده خوش اقبال ما بودن. به همه عزیزانم در خراسان شمالی مخصوصا شیروان سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی اطاعت دارم و به این برنده عزیزمون آقای علی اصغر وظیفه شناس هم تبریک میگم. دوستانم باهاشون تماس میگیرن و در اسرع وقت این پرچم متبرک رو تقدیم خواهند کرد. امروز و تا آخر ماه مبارک هر روز این اتفاق مبارک میفته. شما به 301122 رو همین الان دست به گوشی بشین، عبارت یا معصومه رو ارسال بفرمایین، انشاءالله که جزو برندگان باشین. آقای سعیدی آری عزیز در خدمتیم با کمال افتخار. اللهم انی اعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا. خدایا پناه میبرم به تو من از سوء الولایه، بد سرپرستی، لمن تحت ایدینا، برا زیر دستمون. زنمه، بچمه، اگه مدیرم، بچه ها، دانش‌آموزان، کارخانه، کارمندام، هر جایی هست زیر دست دارم بد سرپرست باشم تو هر موقعیتی، یعنی حق اونها رو رعایت نکنم. اگه فرزند منه تربیت کردنش من باید کما ربیانی صغیرا، باید مربیش باشم، باید تربیتش کنم، بالا سرش باشم. یعنی فردا روز سوء الولایه یعنی این، یعنی فردا روز یقه منو میگیره تو روزی که یوم یفر المرء من اخی، میگه بابا چرا حرام و حلال رو یادم ندادی؟ مادر چرا به من یه چیزی واجب است، این باید این کار انجام بشود، این مال مردم این نیست، چرا اینا رو یادم ندادی؟ بعد از همون بچگی یادم میدادی. اینا طلبکار ما میشن، فردا نمیتونیم جواب بدیم. ما قاعدتاً بیشتر به فکر غذای جسمی متاسفانه برای عزیزانمون که اونم به جای خودش درسته، ولی از غذای روح، آموزش عبادت، معنویت، معرفت خیلی وقتا شاید کم بذاریم. همینطور اینا رو هم باید از همون بچگی شروع کرد. ولایت و سرپرستی از همون بچگی. سوال فرمودین میشه. بله، فردا سوال میشه. این کارو نکردی، کم گذاشتی برای این بچه، یادش ندادی، وظیفه تو بود این کارو بکنی. قو انفسکم و اهلیکم نارا. نفس و اهل، نار یعنی آتیش. وظیفمونه، فعل امر قرآنیه. خودتون و اطرافیانتون، اهلتون رو از آتش دور کنید. اینا تربیت به مرور اتفاق میفته، تو لحظه که نیست. آخه یه وقت من دخترم کوچیک بود، من گفتش که آقا چرا بچه رو از این کوچیکی حالا چادر سرش می‌کنی، چرا اینطوری می‌کنی؟ حالا من کوچیکی میگم مثلا 7 سال دیگه باید اون موقع، گفتش که حالا بذار 18 سالش شد خودش انتخاب میکنه. حالا دیدم گفته خودش انتخاب میکنه. گفتم داداش شما تو حرف بعدم اینو میزنی، بذار بچه فوش یاد بگیره، حالا 18 سالش شد خودش تصمیم میگیره. حیا و عفت رو باید از همون بچگی یادش بدی. بذار حالا یادش که اصلا احترام به پدر مادر هیچ یادش نده، بذار 18 سالش که شد تصمیم بگیره که احترام به تو بذاره یا نه. خب اگه تا اون سن تربیتش کردی، یه بچه بی ادب و بی تربیت تربیتش کردی، بعد یا حریص بارش آوردی یا پست بارش آوردی، بگی 18 سالگی اقدام میکنم مثلا یهو آدم عوض بشه. حیا یعنی همین، حیا باید از همون بچگی آموزش داده بشه. آقا هر واجب و حرام جای خودش، ولی آموزش فضائل اخلاقی و نهی از رذایل اخلاقی از همون کودکیه. من یه وقت این مشهد بودیم، جای همه عزیزان خالی، حالا امروز بحث اون امام رضایی هم هستش. داشتیم میرفتیم طرف حرم امام رضا علیه السلام، از اون خیابون خود خیابون امام رضا علیه السلام که از دور میری حرم معلومه، خیلی شیرینه. این دست بچه‌م هم گرفته بودم کوچیک، تا حالا داشت یواش یواش میآمد. همین جوری اگر دیده باشید این کاسبای مشهد میذارن بیرون مغازه، این مثلا آب نباتی باشه، شکلاتی باشه، اینا رو تو یه ظرفای کوچیک. این بچه دست کرد یه مقداری برداشت، مثلا 2 تا. خلاصه این بنده خدا که با ما بود و اینا گفتش که آقا بذار من الان میرم حساب میکنم، مشکلی نیست. گفتم نه آقا نمیشه. بغلش کردم و رفتم تو. بعد گفتم که آقا این بچه چند تا از اینا برداشت، بفرمایید که من تقدیم بکنم. گفتش آقا این حرفا چی؟ اینقدر خوش اخلاق بود، خدا حفظش کنه. گفت آقا این حرفا چیه؟ بفرمایید زائر امام رضاست. گفتم نه آقا این حرفا نیست، بس یه دونه شکلات و اینا نیست. این باید یاد بگیره که مال مردم مال مردمه، نمیشه چیزی رو برداشت. اگر برداشتی باید یه چیزی از تو جیب من به اونجا پرداخت بشه. خرید و فروش، تعامل ملکی، باید اینو بفهمه. نمیشه همینجوری یه چیزی رو برداشت و رفت. این بعد از همین بچگی، آقا 1 سالش و 2 سالش، بعد از همینجا بفهمه که خریدن وجود داره، نمیشه در مال مردم تصرف کرد. شاید با این کلام نتونی بهش بگی تصرف نفهمه، مال مردم نفهمه، ولی یه چیزی میفهمه. یه پولی از جیب من در اومد، به اون پرداخت شد در عوض این آب نباته. این یعنی آموزش.
ممکنه برای اون بچه گناه هم ننویسن چون اصلا نفهمیده این کارو کرده. بحثمون سر آموزش گناه و اینا. من این که پدرم باید یادش بدم که مال مردم احترام داره، نمیشه دست همینطوری. اینا همش میگم سوء الولایت لمن تحت ایدینا. حالا هر کسی زیر دست ما هستش تو هر موقعیتی. اوستاکاره به شاگردش یاد بده، اون ریزه‌کاری‌ها رو یاد بده، فردا این اوستا میشه. حرام و حلال رو یادش بده. شاگرد من در مغازه هستی، اگر اومد مشتری خبر نداشت این جنس چیه بهش بگو ای بشو، اگر نفهمه اینجوری میشه. فردا یه عمری این آدم کاسب میشه، حرام و حلال رو رعایت میکنه، ثوابش مینوشته میشه. باقیات الصالات. آفرین، تمام باقیات سال از اون جاهاییه که پرونده آدم اتفاقا با مرگ بسته نمیشه. این آدم بعد همین داره به بعدی یاد میده، همین داره به کاسب بعدی یاد میده، به اون شاگردش که آورده این حرامه این حرامه، این حرفو نزنی به مشتری، اگه کشیدی جنس یه ذره اضافه تر بکش، استحبابات ماست، یه ذره اضافه تر بکش، مدیون مشتری نمونی ها. اگر داری میگی بگو خدا برکت بده، ببین چه ادبیاتی بهش یاد میده. این تا دنیاست اینا منتقل میشه، برای این آدم نوشته میشه. مثل پرونده پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هنوز بازه، همه ما مدیون حضرتیم، هر کی داره هر کاری انجام میده چون او زحمتشو کشیده. چقدر خوب آدم به ولایت، به سرپرستی اون کسی که زیر دستشه اینو بهش دقت بکنه. جملتون شاه بیت بود، شاه کلید بود اصلا به نظرم. پرونده آدم با مرگ بسته نمیشه. خیلی درسته این حرف. خیلی خوش به حال اونایی که زرنگن، برای خودشون یه همچین چیزی باقی میذارن سالیان سال. آخه همه ما میگیم دیگه کارش تموم شد، دستش از دنیا کوتاه شد. بله به حسب ظاهر همینه. خوش به حال اون کسی که یه راهی برای خودش آثار بد و خوب همینجوری ادامه داره. بله میذار برای خودش که انشالله بعدش هم براش ثمره داشته باشه انشالله. اللهم انی اعوذ بک من ترک شکر لمن استنقل عارفت عندنا. خدایا پناه میبرم به تو از ترک شکر، یعنی ناشکری. لمن استنقل عارفت عندنا، از کسی که یه کار خوب در مورد من انجام داد، یه لطفی به من کرده، یه لیوان چایی برای من آورده. آقا تو اداره است، حاج آقا خب نیروی خدماتی وظیفش باشه، وظیفش حقوقم میگیره، ولی من کارم با تشکره. لمن استنقل عارفت، اون تش یعنی یه دونه، یه کاری کمی کوچیکی. این شکر کردن، فرهنگ شکرگزاری از اون فرهنگاییه که خیلی اصرار شده. حتی لسان شاکر داشتن، حتی شکر زبانی ها، همینم تو روایات ما زیاد اومد. بله شکر هر چیزی به حسب خودشه. اصطلاحاً شکرانه در فارسی، زکات در عربی، شکرانه معمولاً ترجمهش میکنن. هر چیزی رو زکاتش انواع اقسام داره. مثلا زکات زیبارویی حفظ عفته، این روایته، اگر کسی زیباروی عفتش رو حفظ کنه. زکات العلم نشرو، زکات علم انتشار اون، یاد دادن به دیگران، انتشار اون علم، به حسب خودشه. بله یه جایی هستش که نباید شکر خدا رو کرد، اینم روایته از مستثنیات شکر، نباید شکر خدا کرد. کجاست اونجا استثناش؟ اونجایی که شما یه نعمتی رو داری، شخص دیگه اون نعمت رو نداره، در حضور او شکر نکن. در حضور آقا خدا بهش بچه نداده، حالا به هر دلیلی شما بچه داری، حالا این بچه رو میندازی بالا، خدا رو شکر الحمدلله چه پسری این دلش آب شد که درسته شما داری میگی خدا رو شکر، اما دل بنده های خدا خیلی مهمه. یه ادبیه باید رعایت کرد. ممکنه نیتت هم این نیست که دل اونو بسوزی، یعنی یه ادبیه باید رعایت بکنی که او دلش نسوزه، جلوی او دلش نسوزه. عزیزان اینو به کرات تو روایات پیدا میکنید. خدا برای دل بنده هاش خیلی اهمیت قائله. یعنی از اون خط قرمزای ویژه است، دل نشکن، دل نسوزون. حرفی بزنی اینو بهش گفتم. اینایی که قدرت بیان خوبی دارید، لسان خوبی دارید، میگه جواب تو آستینش داره، یه چیزی گفتم ساکت شد نتونه جواب بده، فردا آدم بعد ساکت میشه، اون وقت میگه خدایا این نعمت بود یا نقمت بود، این عذاب بود، کاش لال بودم، یا لیتنی کنتو ترابا، اصلا کاش خاک بودم، کاش هیچ بهره ای نبرده بودم. فردا روزی اتفاق میفته که نعمتایی که بودم، دست قوی داشتم سیلی زدم، فردا میگم کاش فلج بودم یه همچین کاری رو نمی کردم، کاش پام فلج بود فلان راهو نمی رفتم، کاش مرده بودم و این کارو نمی کردم. فکر نکنیم این لسان ما، این زبون ما، این ذهن ما که زود متبادل میشه، جواب طرفو میدیم، یه چیزی هم میگی که طرف میمونه تو جمع جواب بده، فکر نکن بردی، اصل باختینه.
اون وقت ذوانتقام یه جور دیگه جواب میگیره از خودم و خودم یه جوری میخوره بلند نمیشه از جاش. خدا ترسی یکی از مفاهیمش یکیش همینه، بفهمم کجا دارم زندگی میکنم. چوب خداست. منتها بله ماها صبر نداریم، فکر میکنیم تو همون لحظه باید یه رعد و برق از آسمون بیاد اگه یکی یه گناه و خطایی کرد منهدم بشه. نه بابا این حرفا نیست. همچین به موقعش گفت دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. عزیزان من دیر و زودم نداره. همچین تو زمان خودش اتفاقا دیر و زود نقصه، اتفاقا تو زمان خودش اتفاق میفته. تحذیر حواسم باشه ترک شکر نکنم. شکر گذاری حالا یکی از اون چیزاییه که این امروزی‌ها که حالا خیلی شاید پیرو دین و مذهبی هم نیستن اما منطقاً عقلاً بهش رسیدن که اهل شکر وقتی آدم هست انرژی های مثبت رو به سمت خودش جلب میکنه. همین که اصلا آدمای با کلاس، یعنی هر کس رو میبینی خیلی مؤدب اهل تشکر و در واقع قدرشناسی هست، میبینی آدم چقدر با کلاس و دوست داشتنی و مؤدبی به نظر میاد. این آدم محبوب محبوب میشه. خدا همه ما رو جز شاکرین قرار بده انشالله. خدایا شکرت که الان حرم حضرت کریمه هستیم. خدایا شکرت که الان ما توی ضیافت الله رمضان مبارک داریم نفس میکشیم. میگن شکر نعمت رو افزایش میده. خدایا شکرت که ما علمای بزرگی داریم، محضرشون مثل آقای سعیدی آریا استفاده میکنیم و انشالله سایه‌شون مستدام باشه. و خدایا شکرت که از انوار درخشان علما و بزرگانی که در گذشته بودن همچنان باقیت و سالاتشون داره به ما میرسه و آثارشون و کتابهاشون داریم میخونیم، استفاده میکنیم، مثل علمایی که در این بارگاه مقدس آرمیدن، ستارگان حرم لقب گرفتن و نورافشانی میکنن که ما هر روز با یکیشون آشنا میشیم و ازشون نور میگیریم. امروز قرار هستش که از عالم مجاهد کشورمون شهید آیت الله مفتح رضوان الله علیه نور بگیریم و باهاشون بیشتر آشنا بشیم. بسم الله. آیت الله دکتر مفتح پس از پیروزی انقلاب اسلامی عضو شورای گسترش آموزش عالی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شد و سرپرستی دانشکده الهیات دانشگاه تهران را به عهده گرفت. سرانجام در 27 آذر 1358 دکتر مفتح در دانشکده الهیات تهران به دست اعضای گروهک منحرف فرقان ترور شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر پاکش در یکی از حجره‌های صحن اتابکی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به خاک سپرده شد. روحشان شاد شهید مفتح رضوان الله علیه. انشاءالله دعاگوی همه من و شما هم باشند در این ماه مبارک رمضان. خب من یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم دقایقی دیگه بیشتر فرصت نداریم برای ارسال عبارت یا معصومه
به سامانه پیام کوتاه 3011-22 اگر دوست دارین یک پرچم متبرک از آستان مقدس رو در منزل مبارکتون داشته باشین. این 7-8 دقیقه پایانی هستش که ما کلن خدمت حاج آقای سعیدی آریا هستیم. من از این بابت خیلی ناراحتم که دیگه ایشون رو نخواهیم داشت، ولی همین مقدار خدا رو شکر میکنیم که خیلی بهره مند شد. آقا در خدمت. الهی شکر، الهی الحمدلله. انشالله خدمت دعاها و ادعیه اهل بیت علیهم السلام باشیم همیشه. پای این دعاها پیر شیم انشالله. گنجینه هدایت عالیه، فوق العاده است. اللهم انی اعوذ بک، خدایا پناه میبرم، ان نعضد ظالما او نخذل ملهوفا، خدایا پناه میبرم به تو که عضد باشم، بازو باشم برای یه ظالمی، تایید کنم یه ظالمی رو، کسی که داره ظلم میکنه، یا با سکوتم یا با حرفم تاییدش بکنم، یه کاری براش انجام بدم. او نخذل ملهوفا، نخذل خیلی جاها هم ترجمه میکنن که مصدرش خذلانه، معروفه به اینه، میگن مثلا خار کند. اینو آخه کلمش براتون آشناست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو وقتی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه تو عید قدیر همه شنیدید قصه رو، دست مبارکشون رو بالا گرفتن، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. این مصدر همونه. خدایا کمک کن هر کسی که علی رو کمک کرد، واخذل من خذله. ما چی ترجمه میکنیم؟ خدایا خار کن هر کسی که علی رو خار کرد. اما ریشه لغت این نیست. ببینید ریشه لغت تو ترجمه کلمه خذلان نوشته عدم النصره، کمک نکردن. خدایا کمک نکن هر کسی که علی رو کمک کرد. خب چه فرقی میکنه؟ تو قسمت اول اگر مدل اول ترجمه بکنیم 3 گروه میشن. خدایا کمک کن هر کسی که علی رو کمک کرد، خار کن کسی رو که علی رو خار کرد. این وسط یه قشر خاکستری هم داریم، نه به علی کار دارن نه به دشمن علی، همین وسط هستن دیگه. ما مسجد خودمون رو میریم، کاری به سیاست هم نداریم، داریم زندگیمون رو میکنیم. اما ترجمه درستش این نیست. فقط 2 گروهه، نصرت و عدم نصرت. خدایا کمک کن هر کسی که علی رو کمک کرد و کمک نکن، یعنی گروه سوم نداره. اونایی که ساکت نشستن در معیت، ساکت نشستن در این که ظلم شد به امیرالمومنین علی علیه السلام، اونا هم جزو قسمت دومن. واخذل من خذل. اینا ریشه لغت رو ببینیم. 2 گروه پیش میاد. ما گروه ساکت نداریم، گروه به منچه نداریم. به قول خودمون یا خدا یا پناه میبرم به تو از اینکه ملهوف زمین خورده، کسی که مظلوم واقع شده رو من نصرتش نکنم، نه اینکه خارش کنم، نصرتش نکنم، همین مقدار. حتی تو روایت داریم دیدی کسی وضع مالیش خوب نیستش، اومدی دیدی تو هم تو جیبت پولی نداری کمک بکنی، ولی همینقدر خدایا کاش داشتم به این کمک میکردم. خدا به اندازه‌ای که داشتی و کمک میکردی خدا بهت ثوابشو میده. یعنی بی تفاوتی ممنوعه، به منچه نداریم. توی فتنه هایی که توی سالهای گذشته توی کشورمون به پا شد، یک گروهی مشهور شدن به ساکتین فتنه. امان از این ساکتین فتنه. نون به نرخ روزهای خورهایی که میگه حالا ببینیم چی پیش میاد، حالا فعلا ساکت باشیم که هیچ وقت طرفداری حرفی اینور نزنه. ساکتینی که اگر در خونه‌شون هم بیان بگن آقا حق با کیه، درم میبنده میگه آقا من سر نمازم. عملاً داره طرفداری از باطل میکنه. این عدم النصر است. اینم دقت بکنیم. اون نروم علیه لنا به حق. خدا اونجایی که پامو از گلیمم درازتر میکنم. خیلی این ضرب المثل های ما شبیه زیاد داره، یعنی میشه ترجمه کرد بعضن به عبارت های زیبایی در میاد. اونجایی که حقم نیست حقم بدونم. پا رو از گلیم دراز کردن اصطلاحش همینه. این قد حق تو، چرا اضافه تر نسبت بهش؟ تو حرف زدن، تو موقعیت، تو حدود خودمو بشناسم، از این حق فراتر نرم، بعد تبعاتش بد میشه برام. او نقول فی العلم به غیر علم. خدایا پناه میبرم به تو اونجایی که بلد نیستم حرف بزنم. او نقول فی العلم به غیر علم، حرفو بلد نیستم. من یه وقت یه مسجدی رفتم، یه جوونی اومد یه مسئله راجع به یه غسل ساده پرسید. دیدم این غسلی که این میکنه با فتوای هیچ مرجعی نمیتونی درستش بکنی. بابا جان خب اینو از کی یاد گرفتی؟ اینو کی به تو یه همچین چیزی گفته؟ شاید مثلا حالا 18-19 ساله. کجا مثلا رفیقم بهم گفت. خب معلومه اونم بلد نبوده. گفت کوری عصاکش کور دگر شود. مثلا رفیقت مرجع تقلید رساله است،
اون جایی که بلد نیستی، خب الان رفیق تو بهش گفتی، الان این با چه حالی تو مسجد توضیح اضافه تر ندم دیگه، خودتون متوجه میشید. خب الان مسئولیتش گردن توئه، چرا وقتی بلد نیستی میگی؟ شما یه جایی الان بگو سرم درد میکنه، ببین چقدر نسخه برات میپیچن، اصلا بلد نیست. حالا تو پزشکیش یه جوره، تو دینش یه جوره، تو مسائل مختلف آدم میبینی همچین چیزی رو. اظهار اجتهادم میکنه، فتوا میده نسل راسته دیگران. گفت یکی رو دیدن صف اول نماز جماعت نشسته با یه حال خوش معنوی، تسبیح هم گرفته دستش، میگه یا اغلوش یا اغلوش. آقا نداریم مثلا یه همچی ذکری، خدای همچی اسمی نداره. گفت چرا داریم؟ نه کجا داریم؟ گفت بریم مفاتیحو بیاریم. آوردن گفتن آقا اصلا ما بالاخره مؤمنیم، بالاخره یه بار دیدیم، کجاشه؟ ورق زد گفت اینها ببین. خوندن، نگاه کردن، نوشته و بعد از نماز عصر 100 مرتبه فلان ذکر را بگوید یا اقلش 10 مرتبه بگوید. این یا اقلش خونده بود، یا اغلوش 10 مرتبه هم میگفت. آقا وقتی بلد نیستی خب اصلا آدم مراجعه میکنه به کسی که میدونه. حالا پیش من اومده یکی میگه حاج آقا به من گفته بودن مارمزون، اینم باز خدا رحمت کنه پیرم بود، میگه به من گفته بودن مارمزون حاج آقا جمعه ها تعطیله. میگم من تو جوونی همه جمعهاش مثل مغازه چجوریه، مثلا جمعه تعطیل، شنبه باز. گفت سالم بودم جوونم ولی همه جمعهاشو خوردم، فکر می‌کردم مثل ایام هفته که تعطیل میشه حکم خدا هم تو جمعه تعطیل میشه. اینم از یه جا شنیده. چرا اونی رو که بلد نیستیم میگیم؟ آقا بلد نیستم خیلی نعمت بزرگیه. اینو خدا لطف کنه این کلمه برای آقا بلد نیستم. من یه دوستی داشتم، این وقتمونم خیلی کمه البته، یه دوستی داشتم بنده خدا، یه مسئولی بود تو یه دانشگاهی صحبت می‌گفت. یه دفعه رفتیم یه دانشگاهی دیگه، حالا مثلا صحبت کردن 40 نفر نشسته بودن از دانشجو، صحبت کردیم تموم شد. فردا اومدم دیدم 2 برابر شده جمعیت. آقا چی شد؟ چیه جلسه جریان؟ گفت آقا ما دیروز اومدیم خدمت شما سوال کردیم، اون جایی که بلد نبودی گفتی بلد نیستم، ما فهمیدیم این حاج آقای بلده، پس چیزایی که بلده رو میگه. این جواب از تو آستینش در نمیاره، بلده. امروز اومدیم گفتیم باید سوال کنیم. اگه نسبت به همه چی اظهار نظر میکنم بلدم خب هیچ کارت خراب میشه. خدایا پناه میبرم به تو، این چه جواهریه. او نقولا فل علمه به غیر الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. به حق حضرت زینت عبادت کنندگان امام چهارمون، به حق خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، ان شاءالله که دعا مستجاب بشه در حق هممون. از این به بعدش هم که ما نخوندیم هم همینطور، و ان شاءالله هم من به خودم و به شما و مردم قول بدم که تا آخر بخونم، هم مردم ان شاءالله اگر شد توی همین امروز، نشد تو روزهای آتی، حتما تا انتهای دعای 8 رو حیفه حداقل یه بار بتونیم مرور بکنیم و بتونیم بهش عمل بکنیم. آقا خدا خیرتون بده. خیلی حظ بردیم. اجرتون با خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها ان شاءالله که حاجت روا بشین. نمیدونم کجا فرمودین کرمان تا آخر نه یه 5-6 روز آینده ان شاءالله خوش بگذره و دست پرم برگردیم. ما توفیق داشته باشیم بتونیم دوره زیارت کنیم. خدا حفظتون کنه. زیارتی که نیستیم ان شاءالله مهر خدمت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام برای همه ما زده بشه ان شاءالله. موقع رفتنم این پرونده رو بستن، پشتش بنویسن هذا شیعة علی ابن ابی طالب ان شاءالله. الهی آمین، الهی آمین به نفس حقت. یا علی. خیلی ممنونم. دقایق پایانی برنامه است. تا اذان مغرب فرصت دارین، اگر دوست دارین که یک پرچم متبرک توی منزل شما نقش ببنده از آستان مقدس، باید به 3011-22 زحمت بکشید، عبارت یا معصومه رو ارسال بفرمایید. تا اذان مغرب این فرصت هست. اما از همین سامانه پیامکی میتونید استفاده بفرمایید. ما از فردا انشالله به شرط توفیق و حیات خدمت حاجی تراشیون عزیز هستیم با موضوع خانواده. موضوع فردامون راههای کنترل خشم در خانواده است که حالا این کنترل خشم در دعای 8 صحیفه سجادی هم بود که حاج آقا تبیین میکردن. ما راههای کنترل خشم و خدمتشون خواهیم بود. اگر درباره این موضوع یا موضوعات مرتبط با این موضوع و ذیل موضوع کلی خانواده نکته‌ای دارین، سوالی هست، دغدغه‌ای هست، به 3011-22 ارسال بفرمایید. فرصت باقی هست تا فردا قبل برنامه که دوستان جمع آوری بکنن، ما بتونیم توی برنامه سوالات شما رو بپرسیم. پس راههای کنترل خشم خانواده 3011-22. اما چون عرض کردم روز 8 بود و لحظات پایانی برنامه هم هست، دلم میخواد دوباره این بیت رو تقدیم بکنم و بعد با شما خداحافظی بکنم. گفتش که روز 8 همگی میل خراسان داریم. دلمون رفته پیش امام رضا. هرچند امام رضا فرمودن هر کس خواهر من رو در قم زیارت کنه مثل کسی که منو زیارت کرده، اما دلمون اونجاست. فرمودن
روز 8 همگی میل خراسان داریم، انتظار کرم از سفره سلطان داریم. الهی که در خونه این خواهر و برادر هممون حاجت روا باشین، گره های کور زندگیتون خیلی زود به حق لحظات استجابت دعای پیش رو، به حق امام الرؤوف، به حق کریمه آل طاها، خیلی زود این گره ها باز بشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. التماس دعا. یا حق. خدا حافظ. اللهم صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي